درود. طرف اومده تو دایرکتم آقا برهان با آرامش و درایت و سیاست ما میتونیم از این حکومت گذر کنیم. کدوم آرامش؟ یه ذره شرف داشته باشی. 45 سال دارن بهمون تجاوز میکنن. مادران ایرانی به زباله‌گردی افتادن، پدران ایرانی به کلیه فروشی افتادن. سن خودکشی رسیده به 12 سال. با اذان صبح روزی 200 تا جوون رو اعدام میکنن. کدوم آرامش؟ چرا خودمون رو زدیم به خواب؟ فیلم چی بازی میکنیم؟ بیشرف اونیه که آخوند تو وسط بازار آتیش نزنه. بیشرف اونیه که شب تیم درست نکنه بره خونه مخبر و بسیجی و آتیش بزنه. میترسی همین پستم شیر بکنی واسه رفیقات ببینن. با آرامش و ترس بشینیم تو خونه همون حکومت عوض میشه. جمعش کنید بابا، همه تون یه مش ترسو هستیم. اگه ارده دارید شب تیم درست کن برو خونه تا بسیجی و آتیش